what's the man, your boy Lil Cash is here, and I got this request. We're back with mad rap after a long time, and I'll be reacting to his Dalcoon. It's part 2, can't wait. Let's get started. I got lyrics too, but it's in the phone. I'm sure that's He's talking to his father. دلتنگم واسه صدات بابایی که میگفتیست به سر من خوابه موسه بزن پسر به پلکای بابایی بابا خیلی خسته است میخواد بخوابه بسم به غربتت بابا که هیچ بهشتی زیر پای تو نیلم لرزید مثل زانوهای بابا امشب به عشق تو بابا بهشت زهرا خونی دلم تنگه واسه صدای کلیده غربت تو این دنیا ندیدن اون دنیا کلیدت بده کارم به مردونگی و عشقت من بده کارم به چروک دور چشمت همیشه فکر میکردم که پشتم نیستی بابا ای وای شرمنده روم سیاه هوا بده بابا دیگه هوامون نداره مامان بگو بابا نره تنهامون نذاره. So it was all about a conversation between the son and his father saying that I miss you. I miss your voice, daddy. And then it was like what we were saying, my son is sleeping, giving a kiss, and he was like still talking about his father telling his mom that I miss dad and tell him not to leave. خدا
من بابامو ندیدم، همون بده خدا، بدون اون غریبم، همون بده واسه یه بار با هممون ودا کنه، حتی واسه یه بار شده اسم منو صدا کنه. بمیرم تا کی باید با عکس تو حرف بزنم، بمیرم یه بار دیگه پاشو صدا کن پسرم، بمیرم یاد تو با خودم زیر خاک ببرم، آهای مردم کی بابامو دیده، کی پای حرفاش نشسته، کی میدونه دلش از این دنیا چقدر خونه، یه بابای غمگین یه بابای خسته. مامان دوباره لالایی تو میخوام، بخون لالایی که خیلی دلم پره. دوباره الوای سر خاک و قرآن پیر من، دوباره غروب جمعه، دوباره ای خاک سر، دوباره سنگ تو رو با گلاب میشورن، دوباره بچه هایی که از بابایی دورن. توی جمع بودیم تا اسم تو اومد، به خدا قسم که سست شد پام زود، همیشه اگه جایی کم میآوردم تیکه کلامم بود، اگه بابام بود، اگه بابام بود، الان کمرم نمیشکست، پشت و پناهم بود، اگه بابام بود، تو جوونی پیر نمیشدم اگرچه خیلی زود، اگه بابام بود، این جمله شده دعای شب و روزم، ای کاش بابام بود که میده چجوری دارم مثل شم میسوزم. شکستم رو سنگ شکستم، کمرم خم شد وقتی چشماتو میبستم، بعد تو نه کسی به یادگاری یاد دستم، کار یه اهل بیت همه شده حسرت، خط شناسنامه باته، تو به مرام دکترای قاطع، ای بابا مجنون کشته یه لیلا شد. بابا میره مامان دلش میگیره، یه پسر 30 ساله توی قبرستون میمیره، هر روز بی تو واسه من یه سال محرمه، خنده های علکی نبین که از غمه، شوک چند تا رو رد کردی، چند تا بهت دادم تا دوباره برگردی، از صدای جیغ خواهرم فهمیدم که رفتی، از صدای جیغ خواهرم فهمیدم که رفتی.
Yo, I'm really speechless this time. Wow. I was really checking the lyrics. It just got me. This is really a sad message from a child who lost his father, and now he's asking God to bring him back. And also his mother, she's in pain. She cries all the time. The house is empty and it doesn't feel the same as it was before. And now the child is really in a pain that he can't bear it, he also want to die. And yeah, he really misses him a lot. The song is a message full of love, pain, sorrows, and it's really filled with emotions, you know what I mean? And I really can't imagine. It's really not easy. But this is life. You had to keep moving. Remember that your father is at better place, for sure. That's it, guys.